منم داراترین آدم وطن دارم وطن دارم کمی خود را نگویم کم وطن دارم وطن دارم ننالم از گرانبالی نپرسم از کسی یاری نگیرم قامتم را خم وطن دارم وطن دارم اگرچه کلبه‌ام عادیست ولی دل مسکن شادیست فرح خیزد مرا از غم وطن دارم وطن دارم салом мегӯем ба ҳама дӯстдорону ҳаводорони олами рангину зебо ва нотакрори кӯдакон. имрӯз мо дар ин ҷо бахшида ба рӯзи артиши миллӣ ҷамъ омадем ва мехоҳем ки фикру ақидаҳои худро баён созем. беҳуда нагуфтанд ақида ба мисли борут аст. агар озод бошад хавфе надорад, вале агар фишурда бошад خطرناک است. ما به همه عقیده‌های دیگران احترام می‌آوریم و می‌خواهیم با همراهی اشتراکچیان فعال برنامه انگوبین که در دوام سال 2019-2020 در برنامه ما فعالانه شرکت ورزیدند یک صحبت داشته باشیم و با شعرها و سرودها و سخن‌های دلنشین طبع شما را بالیده گردانیم. خب ما برنامه خود را با یک سرود زیبا در وصف وطن آغاز می‌نماییم. متوجه باشید. فеврал ҷашни таърихӣ аст ки мо ҳамасола онро бо шукӯҳ ва бо тантана дар кишварамон ҷашн мегирем. вале бояд гуфт ки ин ид на танҳо ба кормандони амният ва қувваҳои мусаллаҳ тааллуқ дорад. ин ид
ایدی تمام تاجیکستان است. واقعا هم برای به وطن خدمت نمودن زور دست و بازو مهم نیست. مهم آن است که ما به وطنمان صادق باشیم. خب بچه ها، کنی کی میخواهد سخن را آغاز نماید؟ خب همه تیارند، همین طور نه؟ بیایید از شما آغاز میکنیم. محمد جان مرحمت به نزد ما آید. بینندگان گرامی، چنانی که همه شما میدانید محمد جان شعرهای زیاد میداند. از این رو بیایید سخن محمد جان رو از یک شعر پرمضمون آغاز میکنیم. مرحمت محمد جان، میخواید برای ما یگان شعر خوانید؟ مرحمت. هر کجا فخرم که تاجیک زادم، صاحبی این کشوری آزادم. من نمیپرسم وطن بر من چی داد، پرسم از خود بر وطن چی دادم. پرسم از خود بر وطن چی دادم. آفرین محمد جان. مادام که شما شعرتان را خواندید، باوری دارم که به همه اشتراکیان و البته به تماشابینان تلویزیون بهارستان پسند آمد. و اکنون من میخواستم پرسم که قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان چگونه تشکیلات است؟ قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان تشکیلات حربی دولتی بوده. اساس مدافع جمهوری تاجیکستان را که آن برای محافظت مسلحانه استقلالیت و تمامیت ارضی آن تعیین گردیده است تشکیل می‌دهد. آفرین محمد جان. واقعا هم به همه ما معلوم است که قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان این امن و امنیت کشور ما است، همین طور نه؟ بله. خب قوه‌های مسلح هستند که ما در تنجی و امانی زندگی میکنیم و این زمان میخواستیم که شما برای ما باز یک چند مصرع شعر دیگر گوید. مرحمت. وطن دارم که خوشبخت و سرافرازم، همه هستی خود صرفی وطن سازم. صفایم چهره پاکی وطن باشد، دوایم ذره خاکی وطن باشد. بیارم سجده بر هر ریزه سنگش، سرم بالا به افلاکی وطن باشد. وطن دارم که خوشبخت و سرافرازم، همه هستی خود صرفی وطن سازم. بر روی خاک آن هرگه قدم مانم، قدم آهسته میمانم تا نرنجانم. وطن را همچو مادر معتبر دانم، برایش لازم آید میدهم جانم. وطن دارم که خوشبخت و سرافرازم، همه هستی خود صرفی وطن سازم. آفرین، احسن به شما محمد جان. من میخوام یک چیز دیگر درباره مادر قرائت نمایم. مرحمت. مادران شبها نمیخوابند، در سری گوهاره ها بیدار، تا سحر مانندی سربازند. مادران تا روز دیگر صبح می سازند، صبح می سازند. شاعران شبها نمی خوابند، جانشان شمعی شبانی تار، چشمهاشان چون دری آینده ها بازند. شاعران از شعله های چشم صبح می سازند، صبح می سازند. کودکان آسوده می خوابند، بلکه در بالی سرودی. مادران مستی پروازند، مادران از آرزوی کودکان صبح می سازند، صبح می سازند. مادران شبها نمی خوابند، مادران شبها نمی خوابند.
خب محمد جان، ما شعرها و سخنهای شما رو گوش کردیم و به همه ما پسند آمد. اکنون کی درباره قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان به ما معلومات میدهد؟ آفرین، امروز همه اشتراکچیان ما چون هر وقت فعالند. مرحمت. تا سال 1997 قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان و سه نوع اساسی، قشون‌های خشکیگرد، قواهای حربی هوایی و قشون‌های مدافع ضد هوایی عبارت بود. و غیر از جزء و تام‌های تابع نوع‌های قواهای مسلح، همزمان در تابعیت وزارت مدافعه قسم واحدهای نظامی علاهیده نیز فعالیت می‌نمایند. آفرین. اکنون نوبت به مصطفی خردکک رسید. مرحمت مصطفی جان. از جمله آنها لیسه حربی، دانشکده حربی، پالکی کمدنتی، قسم‌های حربی، تامیناتی و دیگر اداره‌های حربی می باشند که اکثر آنها از سالهای اولی تشکیلیابی ارتش ملی تاجیکستان تأسیس یافته وابسته به اجرای وظیفه‌های مهم ساحه‌ای کارهای زیاده را عمل می نمایند. آفرین. کی ادامه دادن میخواهد؟ مرحمت مجتبی. در ساختار بسیار از قسم‌های نظامی دیگرگونی‌های زیاده وارد کرده شد و از همه مهم با نظرداشت تهدید خطرهای جهان معاصر با کوشش و غیرت بواسطه سرفرمانده قواهای مسلح اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان نوع سوم قواهای مسلح یا خود قشون‌های زود عمل در هیئت ارتش ملی تاجیکستان تأسیس داده شد. احسن به شما. خوب بینندگان گرامی، ادامه سخنهای مجتبی رو از ابراهیم جان میشنویم. مرحمت ابراهیم. قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان سال 1993 تشکیل شده از سرشمارترین نوع قواهای مسلح است. قشون‌های خشکیگرد 70% شماره عمومی ارتش ملی تاجیکستان را تشکیل می‌دهند. در هیئت قشون‌های خشکیگرد اساساً جزء تام‌های نظامی، سواره تیرانداز، تانکی و ارتلریا فعالیت می‌کنند. آفرین. خب زکریا، مرحمت، نوبت شما اکنون. قواهای حربی هوایی و مدافع ضد هوایی، قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان از نخستین نوع قواهای مسلح به شما رفته، آن همسال و همقدم ارتش ملی می باشد. قشون‌های مدافعی ضد هوایی باشد. سال 1994 تشکیل یافته است. در نتیجه وارد نمودن اصلاحات حربی و بعد از داشت هدف و وظیفه‌های یگانه، سال 2005 این دو نوع قوای مسلح متحد گردانیده شدند. آفرین به شما. کی ادامه دادن میخواهد؟ شما باز کدام نمود قشون‌ها رو میدونید؟ قشون‌های زود عمل قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان در زمان معاصر قوای اساسی که با امنیت منطقه جهانی تهدید خطر میکند، این تروریسم بین‌المللی و اکستریمیسم سیاسی است. از این رو هدف اساسی که با امنیت منطقه جهانی تهدید خطر میکند، قشون‌های زود عمل قواهای مسلح با فرمان پرزیدنت مملکت سال 2003 بنیاد یافته است. به هیئت آن همه قسم‌های نظامی، دسنتی، تیراندازان کوهی و دیگرها داخل می‌شود. آفرین به شما. بینندگان گرامی، برای باز هم فراغت بخشیدن به برنامه ما میخواهیم که به اینجا یکی از مخلصان برنامه و همزمان یکی از نورسان صاحب استعداد کشورمون یعنی طلبشاه شریف بیگ رو دعوت نماییم. خب متوجه باشید.
бинандагони гиромӣ, ин идомаи шумораи идонаи барномаи Ангубин аст ки шумо тариқи телевизиони Баҳористон аз маркази зирхушии кӯдаконаи Мадагаскар тамошо карда истодаед ва бояд қайд намуд ки барномаи имрӯзаи мо ба рӯзи артиши миллӣ бахшида шудааст ва ин навбат мо суҳбати худро бо иштирокчиён идома медиҳем. Моро ҳамроҳ бошед. бачаҳо, кӣ медонад ки вазифаҳои қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон аз чӣ иборат аст? ҳама медонад? хуб, аз кӣ оғоз мекунем? яке аз вазифаҳои қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон муҳофизати мусалҳонаи сарҳадии давлатӣ мебошад. офарин ба шумо. боз кӣ медонад? хуб, марҳамат, Иброҳимҷон. вазифаҳои дигари қувваҳои мусаллаҳ ин аст: ҳифзи фазои ҳавоии давлат. хуб, офарин ба шумо. боз кӣ идома додан мехоҳад? муҳаммадҷон, марҳамат шумо. ташкил ва мудофиаи ҳудудӣ. боз кӣ медонад? хуб, кани Мустафо ҷавоби шуморо гӯш мекунем. зада гардондани ҳуҷуми душман ва шикаст додани таҷовузкор. офарин, аҳсан ба шумо. бачаҳо, мо дар бораи вазифаҳои қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон якчанд маълумот гирифтем. ана акнун кӣ дар бораи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ба мо маълумот медиҳад? барои чӣ мо 23 феврал, яъне рӯзи артиши миллиро ҷашн мегирем? офарин, имрӯз ҳама иштирокчиёни мо чун ҳар вақта фаъоланд. хуб, марҳамат, Комрон. қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон 23 феврали соли 1993 таъсис ёфтааст. бинобар ин мувофиқ қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи рӯзҳои ид 23 феврал ҳамчун рӯзи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ҷашн гирифта мешавад. кӣ идома медиҳад? хуб, акнун Шуайбҷон, марҳамат, навбати шумо. қисмат ба ватан яке аз нишонаҳои муҳаббат ба ватан аст, аммо на ҳар кас ба ватани худ содиқона хизмат мекунад. хизмат ба ватану халқ қарзи ҳар як фарзанди вафодори миллат мебошад. офарин. ҳар як фард ва ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон бо сарбозаш фахр мекунад, зеро на ҳар кас сарбоз шуда метавонад. ба сарбоз се чизи аз ҳама муқаддасро бовар карданд. хуб, бинандагони гиромӣ, чуноне ки айни замон Шуайб қайд намуд, ба сарбоз се вазифаи аз ҳама муҳимро вазифадор намуданд ва биёед мефаҳмем ки ин кадом вазифаҳо мебошанд. марҳамат, Шуайбҷон, ин кадом вазифаҳо аст? ватанро аз бегонагон муҳофизат карданд, модари азизу меҳрубонро посбонӣ намуданд ва дар ҷаҳон сулҳро пойдор намуданд. ин се вазифаи муҳими ба сарбоз боварӣ карда шуда мебошад. ҳамин тавр не? хуб, аҳсан ба шумо, Шуайбҷон. барои васф намудани зебоӣ ва меҳру муҳаббат нисбат ба ватан, ҷинс ва сину сол аҳамияте надорад ва аз инро мо мехоҳем то суханҳои иштирокчии хурдтарини барномаамон, яъне Асалро дар ин бора, яъне дар бораи ватан шунавем. хуб, Асалҷон, шумо барои мо ягон шеър хондан мехоҳед? бале. вақте калон мешавам, ба аскарӣ меравам, мепӯшам бар сари худ каллапӯши хушнабуд, аз они акамбарин, сӯрачаш зарин, камзулчаи пагондор, туқмачаҳояш гадо. Ман ки калон мешавам, ба аскарӣ меравам. ман мехоҳам боз як шеъри дигар хонам. хуб, марҳамат. бо қонуни ҳақиқат месароям, то ҷаҳон дорам, ба зидди душманонат мебароям, то ки ҷон дорам. ватан дорад чунин қонун, ки бо он фахрҳо дорам. ҳамаи гӯям, ки қонуни ягона дар ҷаҳон дорам. набодо дурудам зи ҳарфа ҷудо, навову сурудам зи ҳарфа ҷудо. ватан аз ту гирад забон ибтидо, нигоҳу вуҷудам ба ишқат фидо. зинда бодо миллати маҳбуби ман, халқи меҳан дар вуҷудат ҷони ман. бо ту ҳастам садбанду бе ту ҳеҷ, дар амон бошӣ ҳамаша. эй ватан, эй ватан, эй ватан.
ба мо мегуфтед ки сарфармондеҳи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон кист? асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалии раҳмон. хеле хуб. шумо дар васфи сарфармондеҳи қувваҳои мусаллаҳи кишварамон, яъне дар васфи пешвои миллатамон ягон шеър медонед? албатта. хуб, марҳамат. аё эй пешво марди худодод, бикардӣ аз сари нав кишвар обод, ҳама аҳсан ҳама хонем таъзим, ва он фарзона модар ки туро зод. пайи ҳифзи ватан аз хоб мондӣ, гаҳе аз дида ҷои ашк рондӣ, васад аз он талоши заҳмати беш, ватанро ба раҳи ваҳдат расондӣ. офарин, як қарсак барои асал мезанем. جسوری تو دلیلی توی هم جان و تنی ما، تو دلیلی تو چو شعری پی حفظی وطنی ما. تو جسوری تو دلیلی توی هم جان و تنی ما، تو دلیلی تو چو شعری پی حفظی وطنی ما. تو مپای جو و پینام با وطن پشت و پناهی، تو با جز منفیتی خلق و وطن هیچ نخواهی. توی امنیت دولت، توی امنیت دولت، سببی راحت ملت، سببی راحت ملت. تو به هر دشمنی میلت گیرست خاری و ذلت، به همه اهل وطن نصر رسد شادی و راحت. تو به هر دشمنی میلت گیرست خاری و ذلت، به همه اهل وطن نصر رسد شادی و راحت. تو حمایت کاری خاکی، تو صفا بخش سینمایی، تو حمایت کاری خاکی، تو صفا بخش سینمایی. وطن و مردم تاجیک بلی و مهری تو دارند، همه همراهی تو هستند، همه فرزندی دیارند. وطن و مردم تاجیک بلی و مهری تو دارند، همه همراهی تو هستند، همه فرزندی دیارند. همه فرزندی دیارند، همه فرزندی دیارند. تو جسوری تو دلیلی توی هم جان و تنی ما، تو دلیلی تو چو شعری پی حفظی وطنی ما. تو جسوری تو دلیلی توی هم جان و تنی ما، تو دلیلی تو چو شعری پی حفظی وطنی ما. توی امنیت دولت، توی امنیت دولت، سببی راحت ملت، سببی راحت ملت. توی امنیت دولت. خب زهرا جان، شما چی گفتن میخواهید؟ من برای 23 فوریه تبریک کردن میخواهم. خوب، مرحمت. بینندگان گرامی متوجه باشید زیرا این زمان زحل سعیدова میخواهد تا برای شما یک تمنیات داشته باشد. مرحمت. 23 فوریه روزی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان میباشد. با فرارسی این روز مهم همه همدیاران، دوستان و برادران و هموطنان گرامی قدر را تبریک و تهنیت مینماییم.
قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان زاده استقلالیت بودند. در شرایط وزنین تأسیس یافته است. بنابر ما باید شکرانه استقلالیت و شکرانه این خانه آباد نماییم و در آبادتر گشتن وطن عزیزمان سمیخش را گذاریم. ای وطن نام تو دنیای من است، قله‌هایت سر بالای من است. گر به حفظت ندهم جان و تن، نمکت زهر شود در بدنم. روز ارتش ملی نه تنها در تاجیکستان بلکه در چند کشوری دیگری پساشوروی هم جشن گرفته می شود. آفرین زحال جان. من می خواهم یک شعر دیگر در وصف وطن قرائت کنم. مرحمت. وصفی تو وطن مادر، از شوق همه خوانم. از دیده و دل بهتر امروز تو را دانم. زیبا وطنی مایی، گلباغ و دلارایی، پرزور و توانایی، مشهور به دنیایی. هر ذره خاکت را چون دیده نگهبانم. تیار به حفظت ما دائم ز دل و جانم. زیبا وطنی مایی، گلباغ و دلارایی، پرزور و توانایی، مشهور به دنیایی. بینندگان گرامی، برنامه ما تا حال ادامه دارد و این زمان ما در مرکز دلخوشی کودکان ماداگاسکار قرار داریم و باید خیال نمود که برنامه امروزه ما ایدونه می باشد و بر روز ارتش ملی بخشیده شده است. ما رو همراه باشید. خب زحال جان، مرحمت شما به جای صبرینا نشینید. صبرینا شما به نزد ما آیید. آفرین. صبرینا جان، شما در وصف وطن یگان شعر میدونید؟ بله. مرحمت. وطن آب و هوایم تو، وطن صوت و نوایم تو، وطن حسن صفایم تو، وطن مادر خدایم تو. منم فرزند جانانم، قسم بر خاک دامانم. بیبوسم پرچمم با مهر، بگردم صدقه نامم. چون مادر تو بزرگ و پایداری، کی اول داری و آخر نداری. آفرین. خوب اگر یگان شعر دیگر یا که یگان گفتنی دیگر داشته باشد مرحمت. خواهد اگر عزیزان وطن را من بدانم، مقدسات آن را با چشمانم بمالم. وطن اگر بگوید جان را فدا میکنم، وطن و مادرم را نگهبان تو میگویم. رحمت به تو مربی، رحمت به تو مربی. آفرین. خب صبرینا جان، شما به جای محمد جان نشینید. محمد جان شما به جای با نظیم آیید. بینندگان گرامی، محمد جان شریف بیگ چند پیش در برنامه ما اشتراک نموده بود و میخواست که برای ما و شما سروده رو پیشکش گرداند و امروز این شرایط برای او مهیا گردید. خب بیایید با او هم صحبت میشویم. محمد جان، شما امروز اینقدر زیبا شده اید. رحمت. خب اکنون برای ما یک شعری پرمضمون خوانید. شکری وحدت، شکری بختی پایدار، پیشوا داریم افتخار. به ملال از زحمتی پیوسته اش، گل افشان است میهن چون بهار. همرش از ذوالجلال است ما، خرمی را بهر هر کس انتظار. ما وطن را بود، وطن ما را بود، با تو فعلش جاویدانه دوستان. صبح نابد نیست به او خندر است، تاجیکستان ملک مردانی بهار. با چنین یک پیشوایت هیچگاه خار در دنیا نگردی ای دیار. آفرین. کنی یک قرصه که بلند برای محمد جان. من میخوام باز یک شعر دیگر خوانم. خوب مرحمت تماشابینان عزیز، چنانی که خود شما نیز مشاهده نمودید، یگان نفر از اشتراکچیان ما با یک شعر قناعت نمیکند و البته که محمد جان نیز از زمره اشتراکچیان برنامه انگوبین است. از این رو بیایید یک شعر دیگر رو گوش میکنیم. مرحمت.
ای وطنی نازنین خوشت بسا دلنشین هستی پاک و بخبار یک داده روی زمین وطن جانت بختیار با تو داریم افتخار ما همه خرد و کلام باشیم تو را پاسبان ما اولادی زمانم شعر و ترانه خوانم از برایت وطن جان دریغ نمی‌داریم جان. آفرین، کن یک قرصک. محمد جان، شما در خاطر دارید که میخواستید در برنامه یک سرود خوانید؟ بله. خب شما کدام سرود رو خواندن میخواهید؟ آفتاب سو. آفتاب سو. سرود شما از کدام مصرع‌های عبارت است؟ میتوانید یک چند مصرعش رو به آهنگ خوانید؟ بله. مرحمت. آفتاب سول در کشوری ما سول و امانی بال و پری ما آفتاب سول در کشوری ما سول و امانی بال و پری ما. خب آفرین بینندگان گرامی، ادامه این سرود رو یک جای میشنویم. مرحمت محمد جان، به صحنه برایید.
تماشاچیان عزیز، سمیه نیز یکی از اشتراکیان برنامه انگوبین می باشد که در آخر سال 2019 در برنامه ما اشتراک نمود و این نوبت مهمان برنامه ایدانه ما شده است. خوب سمیه جان، شما با چی دستاویز به برنامه آمدید؟ من میخواهم شعر خونم. خوب، مرحمت. لشکر ملت ده حفظ دولت، کفیل امن و بخت و سعادت. ارتش ملی، ارتش ملی، نسالتی آن زور و متامت، صد بزرگی نکر و خیانت. ارتش ملی، ارتش ملی، صف میکشد صف در یک خطی راست، هر افسری او این دولتی ماست. ارتش ملی، ارتش ملی. آفرین به شما. خوب، اگر یگان شعر دیگر هم دانید مرحمت. بابا من جنگاور، جنگاوری دلاور، جای زخمی تنی او با میدانش برابر. احسن به شما. یک قرصک میزنیم. بینندگان گرامی، یکی از اشتراکیان دیگری برنامه انگوبین مصطفی می باشد. نه، شما گمان نکنید که مصطفی رستم. این مصطفی برادری خردی زکریا می باشد و این لحظه مصطفی را به نزد خود دعوت میکنیم. خب سمیه جان، شما به جای مصطفی روید، مصطفی به نزد ما آید. آفرین. خب مرحمت مصطفی، شما چی گفتن میخواهید؟ من میخوام شعر خونم. در بابی هستی دار از سالت، امنی وطن باشد کفالت. ارتش ملی، ارتش ملی، صف مکشد صف با یک صدای، در پرتوی نور صبح صفای. ارتش ملی، ارتش ملی، دارد مخلص حفظ دیارش، رشک گلستان کردن جیارش. ارتش ملی، ارتش ملی، خدمت در ارتش امن زمان است، هستی لشکر امن جهان است. آفرین. خب اگر یگان شعر دیگر داشته باشید مرحمت. نه با این مشتی زوری رستمانه و فرهنگی قدیمی تاجکانه، برش و جمشود روشن، بگو من آیم سرشور جوشن. بگو من با علی سینا دارم، زی پنجه و درودکی بینا دارم. زی فردوسی و شاهنامه از خان کن، تو دشمن را شکرفارانه من کن. آفرین به شما. کنی یک قرصک برای مصطفی. بینندگان گرامی، اشتراکچیان برنامه امروزه انگوبین برای شما تمنیات‌های گوناگون را آماده نمودند و بیایید تمنیات مجتبی را میشنویم. مصطفی، شما به جای مجتبی گذارید. مجتبی به نزد ما آید. خب مجتبی، شما یگان شعر درباره ارتش ملی و عموما وطن میدونید؟ بله. مرحمت. وطن سر می شود زن آستانه، که بر دنیایی روشن پا نهادیم. وطن سر می شود زن پرتبامه، که پروازی شدیم و پرکشادیم. وطن امروزی ما، آینده ماست، پناهی مرده ما، زنده ماست. آفرین. خب اگر یگان تمنیات داشته باشید مرحمت. از فرصت مناسب استفاده برده تمامی افسران و عسکران را با عیدی جسارت و مردانگی تبریک نموده گفتنی هستم که هر کدام شما برای خلق و وطن قهرمان می باشید. شما هستید که با آرام و آزاد زندگانی داریم. باز یک بار دیگر عید مبارک قهرمانانی وطن. آفرین. کنی یک قرصکی بلند. میخواهم باز یک شعر خونم. مرحمت. نامه عسکر به مادر. مرحمت. مادرم، امشب دوباره من هوایت کردم. من هوایی قصه ها و خنده هایت کردم. مادرم، دلتنگیان آهنگ لالایی توام. مادرم، تا ابد خاکی کفی پایی توام. شانه های مادری من تکیه‌گاه‌های من است. او امیدی هر شب و هر صبح فردای من است.
مادرم وقتی نباشد راه باریک است و بس. مادرم وقتی نباشد شهر تاریک است و بس. مادرم از روی شادی وقتی خندان می شود گویا شهر و کوچه ما هم چراغان می شود. مادری من قصه هایش قصه پیغمبری است. مادری من حرف هایش درس های زندگی است. مادر آره بهترین موجودی بحری آدم است. مادرم در خانه ناید خانه زندانی غم است. تو تصور کن که یک شب مادرت زنجان رود روزی پیشت چند شبه را از همین حالا رود. تو تصور کن که یک شب به روحی او سر شوی یا خدا ناخواسته یک شب فارغ از مادر شوی. ای خدا جان زنده باشد تا که باشم مادرم. پس مگیر از من تو این بالو پرم ای تو رحمان و رحیم و سامع و ذاتی بصیر. هر کسی را مادر دادی از او واپس مگیر. از بیشتی کم نما عمر برای مادرش تا که او زنده باشد سایه و بال و پرش. ای خدا جان هرگز نآید این غمت اندر برم. کور گردم تا نبینم روزی مرگی مادرم. خب اکنون بیایید مجتبی با رومیسا جایهای خود را عوض کنید. رومیسا به نزد ما آید. خب رومیسا شما یگان تمنیات دارید؟ بله. مرحمت. هر دمی که ما وطن نگویم به وصف آن سخن نرانیم. پیش نظرمان دیاری سبز و خورم جلوگر آباد می باشد. وطن جانی که در جانی من و توست. وطن نامی که در خانی من و توست. وطن آینه آبی زلالم. وطن پاکی وجدانی من و توست. وطن یک پاره نور الهی است. شب فروز و شبستانی من و توست. وطن عشق است عشق یاری جانی است. وطن جانانی من و توست. وطن پیوسته پیک راد مردی است. با پا ایستاده پیمانی من و توست. وطن در روی دستانی من و توست. دل او در دل ما میزند دل. وطن در خون شهیدانی من و توست. وطن گفتم کم است ای جان وطن باش. وطن در شانه و شانی من و توست. آفرین. کنی یک قرصکی بلند برای رومیسا. خب باز یکون گفتنی دیگر داشته باشد مرحمت. فرزندانی با آرم ننگ و ناموس دارم. جایی اسکر میدان است میدان جایی مردان است. در دستش دارد کمان ممز و بوم را نگهبان. بهانه نجوید برف و باران نگوید. با غیرت و ننگ و آر با وطن است دل آگاه. دل جان او وطن با وطن است تن وطن. آفرین. احسن به شما. بینندگان گرامی خاطررسان می‌شویم که شما عین زمان برنامه ایدونه انگوبین رو که با روز ارتش ملی بخشیده شده است تماشا کرده ایستادید و این لحظه بیاید ابراهیم و مصطفی رستم را به نزد خود دعوت میکنیم و شعرهای آنها رو گوش میکنیم. مرحمت ابراهیم و مصطفی به نزد ما آیید. رومیسا شما به جای آنها بگذارید. ابراهیم و مصطفی من به شما یک سوال مخصوص دارم. در دوام برنامه من این سوال رو محض برای شما آماده نمودم. میگفتید که وطن از چی آغاز می‌یابد؟ از چی سر می‌شود وطن؟ من به این سوال باید جواب میدم.
مرحمت. وطن سر می شود از گهواره، ز شیری پاک و از پیستانی مادر. وطن سر می شود از آن تواره، که آن را ساخته دستانی مادر. وطن بهبودی و بهروزی ماست، وطن خوشنامی و فیروزی ماست. آفرین. خب شما ادامه دادن نخواهید؟ بله. مرحمت. وطن سر می شود زاوگردی دیکان، زیبایداهای خیرمن بادگرها. وطن سر می شود از برده نام، که ما خورده ایم از خانه پدرها. وطن دل جمعی و آزادی ماست، وطن خوشبختی و آبادی ماست. ابراهیم و مصطفی، اگر شما یگان تمنی داشته باشید مرحمت. ما میخواهم به همراهی برادرم با یک شعر تمام سربازان را تبریک میگم. خوب مرحمت. ایا تاجیکستانی آزادی من، امیدی دل و خاطری شادی من. چو فرزندی تو حاضرم بر دفاع، به حفظی تو جان را نمایم فدا. به حفظی تو جان را نمایم فدا. وطن باعثی افتخارم تویی، وطن مبدأی اعتبارم تویی. وطن تار و پودی وجودم تویی، وطن قبلگاهی سجودم تویی. وطن قبلگاهی سجودم تویی. منم باعثی رستمی داستان، چو واسه رزماوری پهلوان. چو سربازی تیمور ملیک زمان، نیابد زی من دشمنی تو امان. نیابد زی من دشمنی تو امان. زی خدلان و رشت و بدخشانی تو، خوجن استروشن زرفشانی تو. حصاری چو باغی گل افشانی تو، شدم متحد راد مردانی تو. شدم متحد راد مردانی تو. با صافی آبی زلالت قسم، با پاکی خاک و جلالت قسم. زی کوسار وادی همه تاجیکیم، همه از دل و جان به تو صادقیم. همه از دل و جان به تو صادقیم. همه از دل و جان به تو صادقیم. آفرین. تماشابینان عزیز، واقعا هم تمنیات ابراهیم و مصطفی رستم به نهایت خوب بود و اطمینان کامل داریم که به هر یک شما پسند آمد. و این زمان ابراهیم رستم میخواهد تا در صحنه با موسیقی برای ما یک سرود خواند. خب مصطفی مرحمت شما به جای خود گذارید. ابراهیم شما به صحنه.
بینندگان گرامی، چنانچه که همه شما میدانید محمد جان، کامران و فروخ از یک عائله بوده. در هر یک برنامه ما رو با شعرها و لطیفه و سخنهای دلنشین در حیرت میگذارند و این بعد بیاید میبینیم که آنها باز برای ما چی آماده کردند. دوباره ساز آمد وطن، به خشتی جانی خیشتن، ستون زنم به سقف تو، به استخوانی خیشتن، ستیلی آب و گل مرا برای ساختار تو، دو پنجه خونی دل مرا برای رنگ و بار تو، برای در چهار سو نوشتن شعار تو، برادری برابری برابری برادری. دوباره ساز آمد وطن، به خشتی جانی خیشتن. آفرین فروخ. کنی شما محمد جان و کامران اگر یگان گفتن داشته باشد مرحمت. تاجیکستان تاجیکستان، من دلم را تحفه کردم از برایت، تا کنم این جسم و جانم را فدایت. روح گرفتم از هوایت، جان گرفتم از فضایت. من ادایت، من فقط یادی تو دارم، یادی بنیادی تو دارم. در ادای خدمتی تو جان سپارم، جان سپارم. تاجیکستان تاجیکستان، در تمام ارضی تو من، پاسبانی مرزی تو من، همچو فرزندی عزیزت، در ادای قرضی تو من. تاجیکستانم تو جانی، تاجیکستانی زمانی، جشنی تو بادا مبارک، باش دائم در امانی. آفرین. تمام شد بینین عزیز، ما برای شما یک شعری یک جای تیار کرده. من در اینجا پاسبانم، من در اینجا پاسبانم، پاسبانی زندگانو، روحبانی مردگانم. بهری فردا، بهری استقبال نورافشانی زیبا، دست آویزی عزیزی مادرانم. من در اینجا پاسبانم، من در اینجا پاسبانم. تا سلامت رفته باز آیند یاران از سفر، پاسبانی عیدی نوروزم که در آن دوره آرایند نوروزی دیگر. پاسبانی هر چراغی مردم، من در اینجا پاسبانم، من در اینجا پاسبانم. پاسبانم با دعایی سفیدان، پندهایی ارجمندی مادران، بر خطی سبزی جوانان، بر درخشی قاشی طلایی عروسان. من در اینجا پاسبانم، من در اینجا پاسبانم. پاسبانی ناز و نعمت‌های در سرخان مردم، پاسبانی چاشی تیلاران گندم، پاسبانی این زمینم، پاسبانی این زمینم که همه نیکو بدم را به یگان منت به دوش خویش بردارد. من در اینجا پاسبانم، من در اینجا پاسبانم. من دهانی باز ملی تنک را بسته خواهم داشت با دستان عادی، تا نگردد زخم خورده خاک با دلی
پر آرزو. من در اینجا پاسبانم، من در اینجا پاسبانم، من در اینجا پاسبانم. آفرین. тамошобинони азиз, закариё ин лаҳза мехоҳад то барои шумо таманниёти худро пешкаш гардонад. марҳамат, закариё. گر وطن گویم زبانم شد باران می شود، هستیم را لذتی مهرش تو چندان می شود. امروز همگان به این محفلی پر از نور و ضیا، بهر آن جمع آمدیم تا در این وطنی نازنین، راد مردان و سربازانی دلیر و به ناموسی عام، همیانی با شرفی مرز و بومی اجدادی را وصف و ستایش نماییم. همه ساله در سراسری کشور 23 فوریه روزی ارتش ملی با تنتنا و شکوه و شهامت خاص تجلیل می‌گردد. این روز سعید را به همگان خاصه به سربازان دلیر و شجاع تبریک میگویم. آفرین. من میخوام یک شعر بیام. مرحمت. زی عشقی وطن جوش دارد دلم، به حرفی وطن گوش دارد دلم. وطن را بنازم مرا در کنار، شما در گریفت و نمود بختیار. وطن جانی من هم جهانی من است، وطن باغ هم بوستانی من است. وطن چون مرا این جهانی نو است، دل از راه و فرمان او راه رو است. دل دوره ایم و عجب دوره است، و تاریخ عالم چنین دوره است. چو بوستان دلبر و خورم است، چو خورشید تابنده در عالم است. چو ما رو به مهنت آوردیم، در آغوش این دوره پروردیم. براهی وطن جان فدا میکنیم، وطن هرچی گوید ادا میکنیم. آفرین. یک قرصک میزنیم. بینندگان گرامی، در چنین فضای ایدانه و طبع بولیده میرسیم به فرجام برنامه ایدانه انگوبین. در آخر برنامه ما به همه هموطنان عزیز، کارمندان امنیت، هموطنان برون مرزی تمام خوشی های زندگی را آرزومندیم و تمنا میکنیم که کشور ما به مثل امروز آباد و آزاد باقی بماند و باز هم گل شکوفان گردد. عید مبارک افسران وطن. تا دیدار نوبتی در برنامه انگوبین. خیر.